خشم مردم روستاها در شمال از بی‌عدالتی‌ها زیر پرچم طالبان. اعتراضها حداقل در 3 ولایت فاریاب، سرپل و تخار در ماه‌های اخیر ادامه داشته. درد همه یکی است: زمین و باغ و چراگاه‌هایشان صاحبان جدید پیدا کرده. معترضان طالبان را به جانبداری از کسانی متهم می‌کنند که با زور باغ و درخت و خانه‌هایشان را ویران و تصاحب کردند. از زور سلطنت خودشان آمده زمین‌های مردم به زور سوته اینجا دوباره قلبه نماده سا گندمای کشت که مردم با بیچاره با مارشال عبدالرشید دوستم در واکنش به این اعتراضها در یک اعلامیه گفته مظالم و ستم قومی در شمال افزایش یافته و ملکیت و دارایی‌های مردم با ادعاهای حقوقی جعلی تصاحب شده است. در بخش از این اعلامیه آمده که حکومت تک قومی و تک گروهی طالبان استبداد و ظلم را رسمیت بخشیده. مارشال دوستم در این اعلامیه گفته طرفدار جنگ نیست، اما اگر چنین اعمال ادامه یابد در فکرش تجدید نظر می کند. با تأسف جنایت هولناک طالبان در شمال و شمال شرق افغانستان رو به افزایش است. جنبش ملی اسلامی افغانستان با در نظر داشت مسئولیت خویش یک بار دیگر تاکید و خاطر نشان می سازد که هر چه زودتر جلوی چنین جنایت بشری گرفته شود و جامعه بین المللی، احزاب سیاسی و تمام جناح‌های درگیر در افغانستان متوجه مسئولیت هایشان باشند تا باشد که جلو رفتارهای غیر انسانی غیر اسلامی طالبان گرفته شود. دعوا بر سر مالکیت زمین در شمال افغانستان جنجال قدیمی است. حاکمان امارت اسلامی شما خودتان قضاوت کنید. باشندگان شمال حکومت‌های گذشته را عامل اصلی جابجایی‌های قومی می‌دانند که بحران کنونی از آن سرچشمه گرفته. محاکم افغانستان تاکنون نتوانسته به این مشکلات رسیدگی کند. طالبان اتهام جانبداری قومی را نمیپذیرند و مدعی‌اند که رهبرشان در چند مورد برای حل این اعتراضها مداخله کرده. اما جنجال غصب زمین در شمال هر روز و در یک گوشه همچنان شعله‌ور است. حمید فهیم، لندن.